آیا تا به حال به خطرناکترین چیزی که در جاده وجود دارد و مردم اغلب نادیده میگیرند فکر کرده اید؟ آن چیز لاستیک‌های کامیون‌های بزرگ است. ممکن است به نظر برسد که لاستیک‌ها فقط لاستیک‌های بی‌ضرری هستند، اما وقتی منفجر می‌شوند، نیرویی که ایجاد می‌کنند واقعاً شگفت انگیز است. یک داستان از خارج از کشور وجود دارد درباره یک مرد جوان که در حال باد کردن لاستیک یک کامیون بود. وقتی داشت آن را باد می‌کرد، حس کرد که چیزی اشتباه است. درست وقتی که تلاش می‌کرد فرار کند، اون انفجار او را مثل یک موشک به هوا پرتاب کرد. تمام روستا تمام روز به جستجو پرداخت، اما هیچ اثری از او پیدا نکردند. ترسناک است. در یک آزمایش، لاستیک کوچک کامیون را زیر لایه‌ای به ضخامت 6 اینچ یخ دفع کرده و باد کردند. یخ فوراً شکست و این فقط یک لاستیک کوچک بود. حالا فکر کنید اگر لاستیک بزرگ کامیونی منفجر شود، چه تأثیری خواهد داشت؟ آزمایش‌های تصادف نشان می‌دهند که این انفجارها می‌توانند یک انسان شبیه سازی شده را 16 فوت دورتر پرتاب کنند. دفعه بعد که در حال رانندگی هستید، از رانندگی کنار کامیون‌های بزرگ خودداری کنید. هیچ وقت نمی‌دانید که لاستیک‌هایشان منفجر می‌شوند.